چرا انقلاب کردین حالا؟ بله؟ چرا انقلاب کردین؟ من اینو اتفاقا با اطمینان آخر سال پاپولیستی با اطمینان میخوام بگم که بسیاری از کسانی که همین الان به نسل 57 اعتراض دارن، اگر خودشون در همون زمان بودن تو انقلاب شرکت میکردن. اصلا اون تصوری که در مورد اون دوران وجود داره تصور غلطیه. زندگی کردم اون موقع، خیلی از ما زندگی کردم، اصلا اون چیز تصویر گل و بلبلی و خیلی هوای تمیز و نمیدونم همه چیز نایس و کول و همه چیز عالی، اصلا اینجوری نبوده. این تصوری که اون زمان همه چیز عالی بوده و یه مش ابله اومدن این فضا رو به هم زدن، این غلط اصلا. وضعیت الان بسیار وضعیت من دارم میگم ناامید کننده است، وضعیت خیلی رنجباریه. ولی اگر میخوایم بر اساس مقایسه الان با اون زمان نسل 57 رو در چاه فاضلاب کنید، این نگاه به نظر من نگاه غلطیه. بحث خیلی مهمی که سالها وجود داره به خصوص تو فضای مجازی، این بیشتر امکان بروز پیدا کرده، ملامت و فحاشی و توهین به نسل 57. این 57 ملعون ببینید چه به روز ما آوردن.